این بیزینس شدین؟ خب شما که رستوران خودتون رو داشتین، به هر حال درآمد داشتین، بله. چجوری دوست داشتین که وارد این بیزینس بشین؟ چرا وارد این بیزینس شدین؟ من دانا جان درآمد خیلی خوبی داشت رستوران، ولی زندگی نداشت. واقعیتش کار فیزیکی سنگین بود، خیلی مسئولیت داشت. و من چون گفتم مادر 3 تا فرزندم، در هفته رو 5 روز اونجا کار میکردم. صبح میرفتم تا بعضی وقتا 5 و نیم دیگه، بستگی داشت، بعضی وقتا 6. می اومدم خونه، مسئولیت 3 تا بچه، کارای خونه. اصلا برای خودم مثل زن وقت نداشتم و برای بچه هم همچنان. 3 سال پیش بود دیگه به این نتیجه رسیدم، مخصوصا زمانی که کرونا اومد. ما مغازه رو بستیم به مدت 6 هفته به خاطر سلامتی بچه و قرنطینه و اینا، گفتیم ببندیم بهتره. و اونجا بود که دیدم کارهای اینترنتی خیلی رونق یافت و دیدم بله مثلا کارهای آفلاین، بیزنس های آفلاین این خطر اینو داره که مثلا دوباره کرونا بیاد بسته بشه یا به هر دلیلی، ولی کارهای اینترنتی هر روز داره رونق پیدا میکنه و اینا. به همین خاطر و واقعا خسته بودم از کار بیرونم، خیلی خسته بودم. میخواستم بچه هم که میان خونه من خونه باشم، غذای آماده مثل مادر برم استقبالشون، ولی با وجود رستوران این امکان نبود. واقعیتش خیلی بعضی وقتا من بعد از ظهرم که برمیگشتم، شب میدیدی به من زنگ میزدم میگفتم شلوغ بیا، دوباره باید میرفتم. ولی الان این درآمد رو دارم از این بیزینس، خیالم از بابت درآمد راحته. یه جای خودم یه آدم دیگر رو اونجا هایر کردم کار میکنه جای من دیگه، خیالم از این بابت راحته. دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردین بهار جان. ببینید شما خودتون یک بیزینس آفلاین دارین و واقعاً مقایسهش میکنید با این بیزینسی که ما داریم، یک بیزینس آنلاین هست. بله. بیزینس آفلاین نیاز داره به حضور فیزیکی درست. شما، نیاز داره به کار سنگین. خب ما هم رستوران داریم الان، به مدت 1 سال هست که این رستوران رو گرفتیم. رستوران خب به هر حال بیمه داره، کارمند داره، شما باید دیل کنید با کارمندا، پیرول براشون درست کنید، بله. پول رنت رو بدین و واقعا هزینه های سنگین یک بیزینس آفلاین رو متقبل بشین که شما اگر که واقعا رستورانت هم نیو باشه، تازه باشه، باید 4 سال 5 سال طول بکشه تا شما برسید به اون هزینه‌ای که خرج اون رستوران کردید بله. و بعد از اون به سوددهی برسید. و واقعا مشکلات خاص خودش رو داره و ما بعد از الان 1 سال به این نتیجه رسیدیم که اگر بشه ببندیم رستوران رو، به خاطر اینکه هزینه هاش خیلی خیلی سنگین هست. و الان که نگاه میکنم و مقایسش میکنم با این بیزینس، شما نیاز به هیچ حضور فیزیکی ندارید، به صورت آنلاین میتونید این کار رو انجام بدید. حتی اگر مریض باشین شما میتونید بیاد لایوتون رو برین، بله. میتونید پستاتون رو بذارید و خیلی مزایای دیگه داره. و اون هزینه‌ای که شما برای این بیزینس آنلاین دادین واقعا خیلی ناچیز هست در قبال اون بیزینس آفلاین. و درست. حتی اینجا یک دانشجو هم میتونه بیزینس خودش رو شروع کنه با این سرمایه کم و بعد از 7 ماه 8 ماه میتونه به اون سرمایه اولیش دست پیدا کنه و بعد از اون هم میتونه به سوددهی برسه، چون که این بیزینس پتانسیل درآمدزایی بالایی داره بله. و واقعا یکی از پوینت های این بیزینس همین هست. بهاره جان، کلا خیلی از ما سوال میکنن که کار شما چی هست و من حالا نمیدونم شما قبلا در جای دیگه کار کردین، در بیزینس های آنلاین دیگه کار کردین و اون رو تجربه کردین، چون من تجربه خودم نداشتم ولی خب دوستانم داشتن و به هر حال تجربیات خودشون رو با دیگران هم شیر میکنن. اگر شما هم تجربه ای دارین از اینکه توی بیزینس های آنلاین دیگه بودین، برای دوستان بگین و اینکه بعد برای دوستان بگیم که اصلا ما کارمون چی هست اینجا. بله.
من قبل از اینکه به این بیزنس جوین بشم، بله، کار آمازون رو انجام دادم. کورسش هم گرفتم، مراحلش هم رفتم، ولی دیدم خیلی درگیر خرید و فروشم، چون واقعا تجربه کاستمر سرویس داشتم توی مغازه. نمیخواستم دوباره درگیر این خرید و فروش و اینا بشم. بعد هم هزینه خیلی سنگینی میخواست، بعد از چین پروداکت وارد میکردم و خیلی هم ریسکی بود. هر ماه من باید پول اجاره استوریج آمازون رو میدادم. کلا هر فروشی که من اونجا انجام میدادم 30% رو بر میداشت آمازون، به اضافه اون پولی که برات شیپینگ هندلینگ به اضافه، یعنی 30% اون محصول به من میرسید. بعد دیدم واقعا ارزششو نداره، خیلی ریسکیه. من یه محصولی رو $15,000 کمش هزینه کنم، از چین وارد کنم بیارم و فروش نره، چی میشه؟ میمونه دیگه. یا باید بیارم خونه انبار کنم یا بذارم توی آمازون که هر ماه دوباره باید پول اضافه بدم. و اینکه دیدم بازار رقابت اونجا خیلی شدید بود، خیلی. بعد منی که تازه واردم بخوام با یکی که 20 سال کار فروشندگی آمازون رو انجام میداد، دیگه نشد، اونو دیگه ول کردم. بعد یه سری کورسای دیگه هم مثل افیلیت مارکتینگ و اینا رو هم همینجوری خریداری کردم، چون 3 سالی بود من یه دنباله کار اینترنتی بودم. میخواستم هر جوری شده که از این اینترنت درآمدزایی کنم، چون از کار فیزیکی خیلی خسته بودم، واقعا نمیخواستم دوباره کار فیزیکی باشه. و چون میخواستم تغییر شغلم بدم دیگه، این بود، با این موقعیت آشنا شدم. یه 6 ماهی طول کشید تحقیق کردم ببینم واقعا هست نیست، ولی دیگه وقتی که وارد ترایل شدم دیدم نه، واقعا همون چیزی که من میخوام. درگیر خرید و فروش نیستم و اینکه منتور میشم، به مردم کمک میکنم و درآمدا رو دیدم، گفتم چه عالی. و همین بود، جوین شدم و شروع کردم. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. واقعا این نکته خیلی مهمی هست در این بیزینس که ما درگیر خرید و فروش نیستیم، درگیر خرید و فروش کالا نیستیم. به هر حال هر بیزینسی محصول داره، خدمات داره، سیستم اتوماتیکی داره و ما این هر ستاش رو داریم، هم محصول داریم، هم خدمات آموزشی داریم و هم سیستم اتوماتیکی داریم. و اینکه درگیر خرید محصول نیستیم. الان دوستان دارن میبینن ما هر لایوی که میایم فقط در اطلاع رسانی میکنیم و اینجور نیست که بیایم یه محصولی رو دست بگیریم و بخوایم بگیم اینو اومدیم این محصول رو به شما بدیم و بفروشیم. و واقعا ما خود من اصلا این کاره نیستم که بخوام برای فروش محصول بخوام ادورتایزینگ کنم یا بتونم محصولی رو بفروشم. واقعا این کاره نیستم و خیلی هم خوشحال هستم که از فروش غیر مستقیم محصول ما درآمدزایی میکنیم. کار ما سوشیال میدیا مارکتینگ هست که از طریق ادورتایزینگ در پلتفرم های مختلف که 7 پلتفرم هست، لینکدین، یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک، که در اینها ما ادورتایزینگ میکنیم و اون شرکت بابت در ادورتایزینگ ما که درآمدزایی میکنیم و به ما کامیشن میده و کامیشن های خیلی خوبی رو میده این شرکت. که ما با یک شرکت ژاپنی کار میکنیم که 50 سال قدمت داره به صورت آفلاین و 7 سال هم هست که به صورت آنلاین داره کار میکنه و قانونی هست. بابت درآمدی که به دست میاریم ما باید تکسش رو پرداخت کنیم و بابت این خیلی خوشحال هستم که ما درگیر خرید و فروش و انبارداری و اینکه بخوایم اون رو بخوایم به دیگران بفروشیم، ما در این کار نیستیم. و شما بعد از اینکه وارد این بیزینس شدید و سرمایه گذاریتون رو شروع کردین، سرمایه گذاری با یک محصول، با همون محصولی که این شرکت داره شروع میکنین که این محصول ها های تک هستن، هلت گرید هستن و برای سلامتی خودتون
خوب هست. یعنی استفادهش شما کنم. سرمایه گذاری میکنید برای هم سلامتی خودتون، همین که ازش درآمدزایی میکنید و دیگه انبارداری و فروش محصول و همه اینها با اون ارگانیزیشن هست، با اون بله. شرکت هست و ما هیچ دخالتی در این موضوع نداریم. بله. اه، یکی از مزایای دیگری که شما واقعا جذبش شدین و این بیزینس رو دوست دارین چی هست؟ اونم اگر که بگید برای دوستان. من حقوق بازنشستگیش، این که بعد از 3 سال 5 سال به این درآمد میرسی. من که خودم صاحب رستورانم، 20 سال دیگم کار کنم به اون حقوق بازنشستگی، من هر ماه یه پول اضافه میدم مالیات که برای ریتایر منم وقتی که ریتایر شدم اینا. ولی اون حقوق بازنشستگیش این که ثابته و این که به بچه هم به ارث میرسه. میگفتم من خب این همه تلاش رو میکنم برای بچه هامه، برای آینده بچه هامه. اگه بتونم توی این کار موفق بشم، این حقوق رو بگیرم، 100% برای اونام خوبه، برای خودم هم اگه سنم رفت بالاتر راحت بشینم و از این حقوق بازنشستگیش استفاده کنم دیگه. اونم بعضیا مثلا خود کوچمون بعد از 3 سال و نیم بهش رسیده، بعضیا بعد از 4 سال، ولی تا 5 سال، بین 3 تا 5 سال به اون حقوق ثابت ماهی $5000 میرسی که برای من خیلی بنفیت خوبی بود. یعنی هیچ کجای دنیا شما بعد از این تایم بازنشستگی نمیشید. بعد بازنشستگی به این معنا نیست که دیگه کار رو نکنید، کارم ادامه میدید، ولی این یه بونس، مثل یه بونس که شرکت به شما ماهیانه پرداخت میکنه. بله دیگه، وقتی شما به یک درآمد ثابت $5000 میرسید، در کنارش اون کامیشن ها، کامپنسیشن پلن ها و همه درآمدهای دیگر رو هم داری که با این درآمد ماهانه درآمد خیلی خوبی میشه. من هم واقعا یکی از علتهایی که وارد این بیزینس شدم همین بود، دوره بازنشستگیش بود که بین 3 تا 5 سال به من این بازنشستگی رو میده و من میتونم این آیدی نامبری رو که از سرمایه گذاری که کردم گرفتم، این رو به دخترم و به فرزندم انتقال بدم. و واقعا یک تصمیمی که ما الان میگیریم برای زندگی خودمون، برای تغییر زندگی خودمون، برای آیندگانمون هم هست این تصمیم. و من واقعا دوست داشتم که یک آینده بهتری رو برای دخترم فراهم کنم و وارد این بیزینس شدم که بتونم به این هدفی که میخوام برسم. بله. آقای مهدی. بله. گفتم موضوع لایف در مورد بیزنس آنلاینیه که من و مندانو جون داریم انجامش میدیم. دیجیتال مارکتینگ. اگه دوست داری اطلاعات بیشتر میتونی ایمیل آدرستون رو بفرستید تا براتون بفرستیم. بله. افرادی که دوست دارن این بیزینس رو شروع کنن، یک موقعیت اینترنتی هست که به صورت آنلاین هست و شما در هر شغلی که هستین از سن 18 سال به بالا تا 70 سال میتونید وارد این بیزینس بشین. زبان انگلیسیتون در حد متوسط 20% کافی هست و نیاز به هیچ تجربه نه کامپیوتری دارید، نه تجربه شغلی دارید و نه تجربه سوشیال میدیا دارید. ما هیچ کدوم از ماها که وارد این بیزینس شدیم هیچ تجربه سوشیال میدیا و مارکتینگ نداشتیم، ولی وقتی که شما وارد این بیزینس میشید یک پکیج کامل آموزشی رو دریافت میکنید که این پکیج آموزشی طوری هست که شما میتونید قدم به قدم با یک کوچ و منتور این آموزش ها رو ببینید و 24 ساعته در کنار شما هستن. آموزش ها رو قدم به قدم به شما یاد میدن. آموزش دیجیتال مارکتینگ. اگر که شما در شهر خودتون برید سرچ کنید، یک سرچ کوچیک کنید و در دانشگاه ها ببینید که این دیجیتال مارکتینگ رو حتی یک پلتفرمش رو چقدر از شما میگیرن. مثلا ممکن هست
$10,000 $20,000 بابت 1 تا 2 پلتفرمش به شما یاد بدن این دیجیتال مارکتینگو. ولی ما اینجا پکیج کامل آموزشی هست برای 7 تا پلتفرم و اگر که پلتفرم های دیگر هم بیاد این پکیج آموزشی آپدیت میشه و شما میتونید در پلتفرم های دیگر هم ازش استفاده کنید. ما هفتگی 2 بار زوم داریم، مسترمایند داریم که به شما اطلاعات خیلی خوبی رو میدن. و دوستان عزیز، اگر که دوست دارین وارد این بیزینس بشین، بهار جون میشه مراحلش رو از اول بگید برای بله. دوستان؟ ممنون میشه. عزیزانی که به سن قانونی رسیدن و داخل ایران و افغانستان زندگی نکنن، چون متاسفانه به خاطر تحریما امکانش نیست، میتونن توی وبسایت من یا شما، فرقی نمیکنه، رجیستر کنن، وبینار رو دریافت میکنن، اونو نگاه میکنن. بعد مرحله دوم اگه خواستن وارد ترایل 3 روزه میشن. اونجا دیگه با کالا، نحوه کمیشن دهی، با کوچ حرف میزنن، کلا با سیستم آشنا میشن و اونا رو توی گروه فیسبوکمون اد میکنیم، میان با درآمدا، با کلا با همه چیز آشنا میشن و اگه خوششون اومد دیگه مرحله سوم همون سرمایه گذاری یا خرید بیزنس آیدی هست و بعد شروع میکنن. البته بگم ما هم توی این مسیر منتورشون میشیم، کمکشون میکنیم که این ترینینگ ها رو پیش ببرن. و متاسفانه آقای مهدی میگه ایران ما هستن. ایران هستیم. از ایران متاسفانه به خاطر تحریم ها در افغانستان و ایران این کار قابل اجرا نیست و امیدواریم که در آینده بتونن ایرانی های عزیز و اونهایی که در ایران و افغانستان هستن بتونن این بیزینس رو انجام بدن. بهار جان، شما پس گفتین که دوستان میتونن وارد وبسایت من و شما اسم و ایمیلشون رو وارد میکنن و شما یک وبینار انگلیسی رو دریافت میکنید، یک ورکشاپ انگلیسی رو دریافت میکنید که 10% در مورد این بیزینس به شما اطلاع میده که اگر دوست داشته باشین شما میتونید ما میتونیم براتون وبینارهای فارسی رو هم بفرستیم اگر که دوست داشته باشید. و بعد از اینکه شما این وبینارها رو دیدین، وارد مرحله بعد که $149 آمریکا هست پرداخت میکنید، وارد دوره آزمایشی میشید، نه دوره آموزشی، دوره آزمایشی میشید که در این دوره بیزینس مدل رو میبینید، درآمدزایی افراد رو میبینید و اینکه اسم شرکت، محصولات رو و اینکه افرادی که دارن درآمدزایی میکنن میتونید باشون در ارتباط باشید، نحوه درآمدزایی رو ازشون سوال کنید و شما 30 روز فرصت دارین که تصمیم گیری کنید که وارد این بیزینس بشید و وارد مرحله بعد که سرمایه گذاری هست بشید. اگر که دوست نداشتید بنا به دلایلی و نمیخواید ادامه بدید، شما میتونید برگردید و $149 رو پس بگیرید. این $149 ریفاندبل هست، قابل برگشت هست و اگر دوست نداشته باشید که بیزینس رو ادامه بدید میتونید این $149 رو پس بگیرید. اگر دوست داشتین که سرمایه گذاری رو شروع میکنید، این $149 بابت ایمیل، ساختن ایمیلتون، فانلتون، وبسایتتون و آموزش ها براتون باز میشه همراه با کوچ و منتور و میتونید بیزینس خودتون رو شروع کنید. این بیزینس خودتون هست، هر جور که دوست داشته باشین میتونید ادارش کنید و اطلاعات رو به دیگران بدید. اوکی، من دارم جان فکر کنم برای امروز کافی باشه. من ساعت بله. یه لایو دیگه هم دارم. و باش. آقا مهدی واقعا خیلی متاسفم، خیلی دوست داشتیم کمکت کنیم ولی امکانش نیست. بله، چون از ایران اگر که اقامت کشورهای دیگر رو داشته باشید این امکان رو وجود داره که بتونید وارد این بیزینس بشید. مثلا اقامت دبی رو دارید، ترکیه رو دارید، میشه واردش بشید، ولی از ایران و افغانستان متاسفانه نمیشه وارد این بیزینس بشن.
خیلی ممنون بهار جون. قربون ممنونم مادر از خیلی دوستانی که خوشحالم. لایو ما رو دیدن. امیدوارم که این اطلاعاتی که ما دادیم مورد استفادهشون قرار گرفته باشه. ما دوباره برمیگردیم هفته آینده با سوالات جدید و جواب سوالای شما رو هم میدیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. خدا ممنونم بهار جان. مرسی خداحافظ شما. جان، خوشحال شدم از دیدنت. ممنونم. دوست دارم. خداحافظ. خداحافظ.